در سالگرد 8مین سالگرد رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم. من قبل از اینکه ورود پیدا کنم به سوال شما خوبه چند نکته رو بگم تا بتونم اون رو راحت تر پاسخ بدم. در گفتار آیت الله هاشمی رفسنجانی اصولاً چند نکته جلوه میکنه. ایشون در اوایل انقلاب بعد از پیروزی انقلاب نکته‌ای رو مطرح میکردن که ما در زمان مبارزه خب همیشه فکر میکردیم که اگر با استکبار و استعمار مبارزه کنیم و این دو مقوله رو از کشورمون عبور بدیم و در نهایت بتونیم مسلط بشیم بر مدیریت کشور، میتونیم یک فضای مناسبی رو هم برای مردممون و هم برای ارتباط با جهان و در نهایت رسیدن به آرمان هامون ایجاد کنیم. ولی بعد از انقلاب که به مدیریت کشور پرداختیم مواجه شدیم با یک عنصر دیگه‌ای که به نظر ایشون البته از هم استکبار بدتر بود برای کشور و هم از استعمار. و نکته اصلی که به او با جدیت پرداختن بحث افراط و تفرید در کشور بود که متاسفانه کشور دوچارش شده بود، چون با استعمار و استکبار به راحتی میتونستن مبارزه کنن. برای مردم روشن بود و توضیح اون، تبیین اون کار سختی نبود و عملکرد اونها در کشور خودش رو نشون داده بود. ولی بحث افراط و تفرید چون با یک پدیده خاصی ورود پیدا میکنه، مبارزه با اون رو سخت‌تر میدونستن و میگفتن که خب این یه بلایی است که باعث میشه که حتی ما نتونیم به آرمان‌های مورد نظرمون برسیم، چرا که افراط و تفرید اصولاً خارج از واقع گرایی و عمل گراییه و بر اساس یه سری مطالب غیر درست راههایی رو عنوان میکنن یا ازش استفاده میکنن که اصولاً فقط به درد اهداف غیر اصولی خود افراطیون یا تفریطیون میخوره و این باعث میشه که کشور صدمه ببینه، مردم صدمه ببینن. در نتیجه از این جهت ورود پیدا میکردن و خودشون ورود کردن به موضوع و میشه گفتش که ایشون بانی مکتب اعتدال در کشور شدن. هرچند که از طرف افراطیون، حالا اگه اسم بذاریم چه چپ و چه راست، مورد هجوم واقع میشدند، ولی اصولاً این مسیر رو، این راه رو پیگیری کردن، ادامه دادن و به خاطر همین موضوعات هم موضوع که مبارزه با افراط تفرید بود صدمه خیلی جدی دیدن. یعنی از دو طرف خب اتفاقاتی برایشون افتاد، تخریب‌های صورت گرفت و میبینید که بعضی وقتا اثرگذاری هم در جامعه داشت و ایشون باز این راه رو. حالا بحث سوریه این نیست که شما فرمودید که ایشون مخالف حضور ما در مثلا سوریه بودن. من نمیخوام وارد این موضوع بشم الان به این سبک. ایشون باز در همین عمل روش عاقلانه رو مد نظرشون بود. بالاخره جمهوری اسلامی اهدافی داشت که باید از همه ابزارهاش استفاده میکرد. خب یکی از ابزارها و یکی از روشها همین حضور در کشورهای خارجی به سبک‌های مختلف، طوری که ابرقدرت هم میبینید که در این کارا رو انجام میدن برای حفظ منافع اسلام و شیعه و اهداف انقلاب و آرمان‌های انقلاب بود. خب اینها روش‌های مختلفی داره. اگر بخوایم اصولاً ورود پیدا کنیم باید مثلا وارد این موضوع بشیم که خب اگر حضور رو برنامه‌ریزی کردیم چگونه باید این انجام می شده و کجا افراط شده، کجا تفرید شده که این احساس الان به شما
مثلا میده که در اینجا ما متحمل شکست هایی شدیم.